وقتتون بخیر رفقای عزیز و گرامی، به انگلیش ادوکاسی خوش اومدین. امروز توی اپیزود دوم همونطور که وعده داده بودم میخوام در مورد یک مؤلفه مهم دیگه‌ای که توی گویش و لهجه انگلیسی تاثیرگذار هست با هم دیگه صحبت بکنیم. خب تو جلسه قبلی در مورد اینتونیشن با هم صحبت کردیم، یا اون در واقع اوج و فرود صدا یا بالا پایین صدا، و اینکه چجوری ما در جمله‌های مختلف این بالا پایین رو تجربه می‌کنیم و در واقع نسبت به اون منظور یا اون لحنی که مقصود ما هست این بالا پایین اتفاق میفته. خب امروز میخوایم یه خورده جزئی ترش کنیم. خب ما توی میزان یک جمله بررسی کردیم این داستان، الان میخوایم کوچیکش کنیم برسونیمش به کلمات. خب همونطور که ما تو جمله سری کلماتمون داره با قدرت بیشتری تلفظ میشه و این اتفاق رو داریم تجربه میکنیم، خب یه بحث دیگه داریم تو کلمه به محض اینکه فراتر از یک سیلاب یا یک بخش میره، یعنی دو بخش به بالا، یعنی یک کلمه دو بخشی، سه بخشی یا چهار بخشی یا حتی پنج بخشی، خب اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن استرس. خب استرس یعنی چی؟ یعنی تکیه روی یک هجا یا روی یک بخش مشخصی از کلمه. من دارم راجع به جمله حرف نمیزنم، دارم راجع به کلمه حرف میزنم. خب این مؤلفه خیلی خیلی اساسیه. چرا میگم اساسیه؟ چون دیگه این مثل اینتونیشن قابل تغییر نیست. استرس در کلمات همیشه یک جای ثابتی داره، همیشه غیر قابل تغییره. نسبت به قواعدی که در زبان تعریف شده، استرس در کلمات یک جای مشخصی داره. خیلی خوب، مثلا ما با یه فعلی سر و کار داریم، استرسش یه جای مشخصیه. با یه اسمی سر و کار داریم، استرسش یه جای مشخصیه. با صفت، با قید سر و کار داریم، استرسش یه جای مشخصیه. خب معمولا چه جوری این رو تعریف میکنن؟ میگن آقا استرس یا تکیه روی کدوم هجاست یا کدوم سیلاب، که اصطلاحاً به انگلیسیش میگن syllable. آقا میگن استرس رو کدوم سیلابل یا کدوم سیلاب هست. سوالی که به وجود میاد اینه که آقا میپرسن چی؟ آقا من از کجا بفهمم خب استرس این کلمه کجاست؟ چه جوری بفهمم درست یا نادرست بودنشو؟ اولین و آخرین ملاک ما کجاست؟ دیکشنری. شما باید استفاده از دیکشنری رو یاد بگیرین، باش رفیق باشین و مرتب و به صورت متناوب ازش استفاده کنین. خب توی دیکشنری ما میتونیم یه سری مثال پیدا بکنیم. خب قبل از این که اصلا بخوایم وارد مقوله دیکشنری بشیم، میخوایم چند تا مثال با هم دیگه بزنیم. یه مثال نادرست و بعد مثال اصلاح شدهش رو با هم دیگه میشنویم. We booked a very nice hotel for the manager of the company. We booked a very nice hotel for the manager of the company. خب مثال اول شنیدین. مثال اول کاملا یک نمونه ایرانیزه بود که به لهجه ایرانی نزدیک بود و اشتباهات رایجی که ایرانی ها تو تلفظ کلمات مرتکب میشن. توی قسمت دومش، توی پارت دوم، وقتی میشنویمش اصلاح شده است بر اساس تعریف فرهنگ لغت و زبان انگلیسی. خب طبق این مقایسه ما به این نتیجه میرسیم که چقدر این استرس میتونه توی لهجه سازی ما، توی تلفظ درست و توی رساندن پیام درست ما به گوش مخاطب نقش داشته باشه. پس حواسمون باید بهش باشه. چجوری تمرینش بکنیم؟ گفتم بهتون همیشه دیکشنری همراهتون باشه. حتی کلمات ساده‌ای که به نظرتون قبلا بلد بودینش یا میگید آقا من آردی اینو بلدم، نه، به نظر من شک کنید، مجدد تو دیکشنری چک بکنید و بتونید اون استرس درست رو و اون تلفظ درست رو پیدا بکنید. خب چند تا مثال با هم دیگه آخرین ویدیو میزنیم و دیگه بقیه تمرین ها رو میسپارم به خودتون. حواستون باشه این کلمات با محل مشخص استرس در جمله هم جاشون ثابته. یعنی اگر ما یک کلمه داریم به اسم interesting، این کلمه interesting همه جای جمله interesting هست. نمیشه interesting یا interesting، نه، همیشه چیه؟ interesting. An interesting movie, an interesting character. اگر دنبال دیکشنری خوب هم میگردین، خب خیلی ها خب
مدل سنتی و چاپ شدهش رو دوست دارن. خب خیلی هم الان دیگه به خاطر دسترسی سریع و آنلاینش خب میرن سراغ دیکشنری هایی که به صورت اپلیکیشن رو موبایلشون نصب میشه. حالا چه iOS داشته باشید چه اندروید داشته باشین، من دیکشنری لانگمن رو بهتون معرفی میکنم و پیشنهاد میدم. نسخه چاپ شدم اگر بخواید بگیرین، خب به نظر من باز برید سراغ لانگمن. لانگمن خوبیش اینه که خب اپلیکیشناش راحت در دسترسه، به روز رسانی میشه. نسخه چاپیش هم نسخه بسیار کامل خوبیه، واسه همین برید سراغ اون به نظر من. و اونایی که میخوان اپلیکیشنش رو سرچ بکنن، چه توی گوگل پلی چه توی در واقع اپ استور، میتونن بنویسن LDOCE یا در واقع Longman Dictionary of Contemporary English. و در واقع این همین LDOCE رو که سرچ بکنین، آخرین ورژنش در اختیار شما قرار خواهد گرفت و میتونید آقا این رو به اصطلاح توی گوشیتون نصب بکنید. خوبیش اینه که در کنار این که در واقع داره فونتیک لترز یا اون حروف آوایی رو نشون میده به همراه محل استرس، یه اتفاق خوبی دیگه ای که داره اینه که هم تلفظ بریتیش هم تلفظ امریکن رو توی اپلیکیشن دارید. میتونید روش تپ کنید، روش کلیک بکنید و هر دوتا تلفظ رو گوش بدید و تمرین کنید باش. چه بخواید لهجه آمریکایی داشته باشید چه بخواید لهجه بریتیش داشته باشید، هر دوتا تلفظ در اختیار شماست. و کامل ترین توضیحات در مورد معنی و مفهوم کلمات در جمله با مثالهای خیلی خوب توی دیکشنری لانگمن وجود داره. واسه همین این به نظر من کامل ترین دیکشنری و مفید ترین دیکشنریه که میتونید استفاده بکنید. باز اگر سوالی داشتید میتونید از من بپرسید. Afternoon. Afternoon. Specific. Specific. Engineer. Engineer. Manager. Manager. موفق و پیروز باشید بچه‌ها و تا اپیزود سوم به خدا میسپارمتون. اگر هم سوالی داشتید میتونید کامنت بذارید یا با من از طریق واتساپ یا تلگرام در ارتباط باشید. یادتون باشه که اپیزودها به صورت پلیلیست توی یوتیوب منتشر میشه و میتونید موضوع به موضوع موضوعات رو پیگیری بکنید و اپیزودها رو پیگیری بکنید. هر جا سوالی داشتید میتونید با من در ارتباط باشید. پیروز باشید. به خدا میسپارمتون تا اپیزود بعدی.